اگر سناچارتی هستم، خوش اومدیم به ویدیو جدید. این بار تو این ویدیو اومدیم ببینیم که آیا میتونیم با 100,000 تومان کل روز رو سر کنیم. همونطور که شنیدید بودجه بدون 100,000 تومانه که با این 100,000 تومان باید چالش‌های همچون صبحونه، نهار، تفریح و شام رو انجام بدیم. همونطور که شنیدی 100,000 تومان 100,000 تومان خیلی کمه واقعا. اگه بخوای بری یه سیب زمینی بخری خودش 100,000 تومان میشه. واسه همین نباید به سیب زمینی ها رجوع کنیم. بیشتر استراتژی اینه که از سوپرمارکت اینا چیزی بخرم. نمیتونم از خونه چیزی بخورم و اگر هم بخورم فقط تخم مرغ میشه. اینا تا دونه حساب میشه. تخم دونه چند دونه حساب میکنم. و همین دیگه. الان ببینیم واسه صبحونه که ببینیم چی میشه. ببینیم هرچی فکر کردم گفتم دیگه الان تو شهر ما واقعا تا ساعت 11 هیچ جا باز نمیشه. واقعا من دیگه نمیتونم کاری بکنم. هرجا دو تا تخم مرغ بذارم تو مایتابه رو یه نیمرو بزنیمش کنیم. یه نیمرو هم بهتون میدم که برید سبت شما رو تعریف کنید و فقط بذارم من این دوربین رو بکنم باشید. خب بچه ها دوربین رو پاشتم و بزن بریم بیرون رو میدم. بچه ها اینم از خمور برم که بزنم. عکس ظرف خارج شدهش واسهتون میذارم که یه معظم نمیخواد خاطراتون چیزی بخورم و همین عکس ظرفش واسهتون میذارم. غذا رو خوردیم. عکسش هم واسهتون میذارم. همونجور که میبینید غذا رو سلفوندم. یعنی اینقدر شما اینقدر نون میخوردم که سیر بشم، چون سیر نشدن دیگه واقعا پول نیست، نمیشه خرج اضافی کرد و همین دیگه. الان ساعت 10 دقیقه میشینیم ببینیم تا ساعت 12 اینا چی میشه. میریم بیرون غذا رو میزنیم. غذا که نه باید اسنکی چیزی بزنیم، شکلاتی چیزی رو بزنیم که سیر بشیم تا شام. بعد شام هم که یه ساندویچ سرد چیزی میزنیم بر بدن و چالش رو به اتمام میرسونیم و همین دیگه. میبینم بچه ها این هم از لباس ما و با فرزان هم آهنگ کردم داریم میریم. اون منتظرم، خیلی دیر کردم، کارت لامصب هم پیدا نمیشد. جاکارتی مثلا گمش کرده بودم، خیلی بدجور. باید الان بگازونم اون سر قراره. من گفتم دستتو بلند کن میریدم. الان من هنوز خودم بذاری من این چیزو بکنم. خدا شاهده. الان زنگ زد گفت کجایی؟ سر قرارم. گفتم دستتو بلند کن میبینم. قطع کردم. الان باید 2000 تا بگازونم برم پیشه. بچه ما رفتن کلانه خریدیم. خدا رو شکر تو کردستان از اینا پیدا میشه دیگه. از گشنگی نمیریم. هم ارزون هم دونه 25,000 تومنه. تا الان ما 41,000 تومن خرج کردیم. تخم مرغ دونه ای 8,000 تومن بود، 2 تا زدیم شد 16. این هم 25 شد 40. واسه تفریح که الان ریختیم میریم تو پارک، دستگاه اسباب بازی بچه‌ها دیگه. بی بودجه همینه دیگه، راضی باشید. واسه شبم شام ساندویچ سردی چیزی میتونیم پیدا کنیم. خلاصه
بچه‌ها واسه تفریح اومدیم قسمت ورزش پارک که از بی بودجه‌ای میخوام 51,000 تومان 59,000 تومان واسه شب نگه دارم اقل دلی از غذا در بیارم و همین دیگه قسمت ورزش پارک و بریم ببینیم. I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. قسمت تفریح رو انجام دادیم و همین دیگه بریم واسه شام تا شام میبرنتون برم. خب بچه ها الان واسه شام اومدیم که 51,000 تومان بودجه داریم طبق هنرنامه هایی که تو تفریح انجام دادیم. الان میتونیم یه تلقه چیز خوب بخوریم. پیتزا پیراشکی نسبت به حجم کمش قیمت بهتری هم داره که پیتزا نمیشه ولی پیتزا هست یه جورایی و کوچیکه میدونی چی میگم و برم مثلا بهتر شد. خب بچه ها اینم از پیتزا پیراشکی که همون پیتزاست و تو ابعاد کوچیک‌تر 55,000 تومان شد که سرجم ما 4 تومن اضافه آوردیم از مزد فیلم بردار 4 تومن. دستم مزه خوبی نمیده مونده است خیلی و همین دیگه. خب بچه ها از این ویدیو میدونم از این لذت کافی رو برده باشید. خب هرش واسم تو کامنت واسم بنویسید و اینکه ببینید اگه بهتر میتونیم میرفتین یا خوب رو بود بد بود هرچی بود واسه بنویسید و همین دیگه. راستی اینستاگرام هم واسه میذارم تو دیسکریپشن یا همین بغل هم میذارم یه سر بهش بزنید و همین دیگه. مثلا همیشه بیگ نمبرش گود بای.